سلام. امروز میخوام راجع به مراحلی که باید طی بکنیم به عنوان افرادی که خارج از دانشگاه‌های کانادا درس خوندیم و میخوایم به عنوان گفتار درمانگر یا شنوایی شناس توی کانادا کار بکنیم براتون توضیح بدم. قبل از اینکه مراحل رو شروع کنم توضیح بدم میخوام تاکید بکنم که این اطلاعاتی که دارم میدم بر اساس اطلاعاتیه که من آخرین بار توی وبسایت چک کردم و مراحلی که خودم طی کردم و به هیچ عنوان نباید به عنوان یک رفرنس براتون در نظر گرفته بشه. اگر شما قصد دارین که رجیسترد بشین اینجا توی کانادا، حتما باید برین خودتون وبسایت رو چک بکنین، چون ممکنه آپدیت بشه، ممکنه اطلاعات تغییر بکنه و من فقط میخوام یک دید کلی به شما بدم از مراحلی که میتونیم طی بکنیم و نیاز هست که مدارکی رو بفرستیم تا تایید بشه و بتونیم رجیستر بشیم. خب من اینجا همه مدارکی که نیاز هست و مراحلی که باید بگذرونیم رو یادداشت کردم برای اینکه چیزی از قلم نیفته و یکی یکی با هم دیگه پیش میریم. اول از همه من وبسایت کسل پیو رو میذارم اینجا که شما بدونین کجا باید برین و اطلاعات رو دریافت بکنین. کسل پیو کالجی است برای گفتار درمانگرها و شنوایی شناسها در استان اونتاریو کانادا. پس اگر در استانهای دیگه هم هستین یا میخواین به استانهای دیگه مهاجرت بکنین، اینو در نظر داشته باشین که این اطلاعات ممکنه کمی توی استانهای مختلف متفاوت باشه. احتمالاً حالت کلیشون مشابهه، ولی حتما باید وبسایت خود اون استان رو چک بکنین و مدارکتون رو اونجا سابمیت بکنین. اول از همه 6 تا requirement یا نیازمندی اصلی وجود داره که من اینا رو به ترتیب میگم و بعد آروم آروم راجع به هر کدومشون میگم که چی کار باید بکنیم. شماره 1 اینه که ما باید مدرک کارشناسی ارشد داشته باشیم. چه گفتار درمانگر چه شنوایی شناس با مدرک کارشناسی نمیتونن توی کانادا رجیستر بشن. مدرک شماره 2 کورس ورک و کلینیکال پرکتیکومه، یعنی ما چه درس هایی رو پاس کردیم و چند ساعت کارورزی در طول دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد داشتیم. شماره 3 بهش میگن گود کاراکتر، یعنی نامه‌ای که تایید بکنه من در جایی که قبلا رجیسترد بودم، مثلا من عضو سازمان نظام پزشکی ایران بودم، نشون بده اونجا یک عضو قانونمند بودم و هیچ مشکل قانونی در طول کار کردنم در اونجا وجود نداشته. مدرک شماره 4 مدرک زبان هست که یا به عنوان مدرک زبان انگلیسی یا به عنوان مدرک فرانسه باید ارائه بدیم. شماره 5 مدرکی که نشون بده ما میتونیم توی کانادا کار بکنیم. من وقتی اومدم با عنوان PR وارد شدم، پس میتونستم کار بکنم. گاهی وقتا افراد با ورک پرمیت میتونن کار بکنن و آپشن‌های دیگه‌ای که وجود داره. در نهایت مورد شماره 6 کارنسیه که به این معنیه که وقتی که ما داریم سابمیت میکنیم مدارکمون رو، از 3 سال قبلش حساب میکنن که ما باید 750 ساعت کار کرده باشیم. خب این گزینه برای ما که در کانادا نبودیم و نمیتونستیم کار بکنیم وجود نداره. ما باید اول همه مدارک رو بفرستیم و بعد این 750 ساعت رو بگذرونیم که حالا در ادامه با جزئیات بیشتری براتون توضیح میدم. با مدرک شماره 1 شروع میکنیم که مستره. ما تو ایران چون هم بچلر داشتیم هم مستر، یعنی هم کارشناسی و هم کارشناسی ارشد، میتونیم دوتاشو سابمیت بکنیم. کاری که باید انجام بدیم اینه که باید توی کانادا این مدارک تایید بشن. خود کسل پیو چند تا وبسایت معرفی میکنه که ما باید مدارکمون رو برای اونجا بفرستیم و تاییدیه تطابق مدرکمون رو با مدرک کانادایی به ما میدن و میتونیم برای کسل پیو سابمیت بکنیم. وقتی وارد وبسایت کسل پیو و بعد اپلیکنتس و بعد اینترنشنال پروگرام میشین، اونجا یه اپلیکیشن گاید هست که اون مهمترین رفرنس شما خواهد بود. همه اطلاعاتی که نیاز دارین برای اینکه رجیستر بشین توی اون نوتبوک هستش. حدود 70 صفحه است
و همش رو باید بخونین، خیلی با دقت بخونین، همه اطلاعات رو شامل میشه و خیلی مفیده. اگر دوست دارین که بگم که چه مدارکی رو نیاز هست از ایران با خودمون بیاریم و با جزئیات توضیح بدم، الان نمیخوام ویدیو خیلی طولانی بشه، توی کامنت ها برام بنویسین که آیا میخواین من اطلاعات بیشتری هم بدم یا نه. این کل مدارکی بود که نیاز داریم. پس من به صورت کلی بخوام مراحل رو بدم، ما این چند تا مدرکی رو که بهتون گفتم آماده میکنیم، همه رو سابمیت میکنیم، منتظر میمونیم تا جوابش بیاد. وقتی که جواب اومد که مدارکمون تایید شده هست، به ما میگن که میتونیم امتحان بدیم. بعد باید امتحان CETP رو بدیم و وقتی که امتحان رو قبول شدیم، ما میتونیم به عنوان اینیشیال رجیسترند کارمون رو توی کانادا شروع کنیم. حالا میخوایم بگیم که هر کدوم از اینا چقدر طول میکشه. از زمانی که مدارک رو سابمیت میکنیم 15 روز کاری طول میکشه که به ما بگن مدارکمون کامل هست یا باز هم نیازه که یه نقص‌هایی رو برطرف بکنیم. بعد از اون 15 روز کاری اگر مدارک کامل باشه، ما یک ایمیلی دریافت میکنیم از کسل پیو که میگه اپلیکیشن شما ready to review هست، یعنی اینکه آماده هست برای اینکه تازه بره ریویوش بکنن اپلیکیشنمون. اگر توی این مرحله نقصی وجود داشته باشه توی مدارک، به ما گفته میشه که مثلا این مدرک نیستش یا کم داریم، این رو به ما ارائه بده. از زمانی که ما این ایمیل رو دریافت کردیم که اپلیکیشن ما ready to review هست، 13 هفته طول میکشه تا اپلیکیشنمون ریویو بشه. اگر اپلیکیشنمون ریویو شد و کمیته تشخیص داد که ما الیجیبل هستیم، یعنی واجد شرایط هستیم که به مراحل بعدی بریم، بازم از طرف کسل پیو ایمیلی دریافت میکنیم که به ما میگه شما در حال حاضر الیجیبل هستیم برای اینکه برای آزمون CETP ثبت نام بکنیم. اطلاعات در مورد آزمون CETP رو به صورت کلی میتونید توی سایت کسل پیو پیدا بکنین، ولی جایی که امتحان رو برگزار میکنه، چون این وبسایت نیست و کسل پیو نیست، یک امتحان کشوری هست، در واقع استانی نیستش، اطلاعات کاملش رو از طریق سایت سگ که من اینجا باز می نویسم براتون میتونین دریافت بکنین. اگه بازم راجع به امتحان سوالی داشتین توی کامنت بنویسین که من راجع بهش توضیح بدم. اگر تو مرحله ریویو به این نتیجه رسیدن که ما الیجیبل نیستیم و هنوز اپلیکیشنمون نقص داره، ممکنه 3 تا 6 ماه طول بکشه تا اپلیکیشنمون رفع نقص بشه، به ما اطلاع بدن و ریویو بشه دوباره. اگر به ما گفتن که برای امتحان الیجیبل هستیم، ما توی امتحان ثبت نام میکنیم و اگر امتحان رو پاس بکنیم میتونیم به عنوان اینیشیال رجیسترند، به عنوان گفتار درمانگر یا شنوایی شناس در استان اونتاریو شروع به کار بکنیم. یه نکته مهم رو بگم، از زمانی که اپلیکیشن رو سابمیت میکنیم 2 سال یا 3 بار فرصت داریم که امتحان CETP رو پاس بکنیم که به عنوان اینیشیال رجیسترند شروع به کار بکنیم. پس اگر اپلیکیشنمون رو سابمیت کردیم و ظرف مدت 2 سال موفق نشدیم امتحان CETP رو پاس بکنیم، اپلیکیشنمون منقضی میشه و ما دوباره باید سابمیت بکنیم و میفته تو همون روند اولیه که بازم باید ریویو بشه، بازم باید منتظر بمونیم و زمان میبره. پس پیشنهاد من اینه که عجله نکنین توی سابمیت کردن اپلیکیشن. وقتی احساس کردین همه مدارک آماده است و احساس کردین آمادگی این رو دارین که ظرف 2 سال آینده امتحان رو بدین و پاس بشین، اون موقع مدارک رو سابمیت بکنین. وقتی به عنوان اینیشیال رجیسترند شروع به کار کردیم، برای گذراندن 750 ساعت منتورشیپ، اگر به صورت میانگین بین 30 تا 35 ساعت کار بکنیم در هفته، ظرف مدت 6 ماه منتورشیپمون رو میتونیم تموم بکنیم و بعد میتونیم به عنوان جنرال رجیسترند به صورت مستقل در استان اونتاریو کانادا شروع به کار بکنیم. دوره منتورشیپ هم قواعد خودش رو داره. ما برای اینکه منتورشیپ رو شروع کنیم باید منتور معرفی بکنیم به کسل پیو، بعد اونا تاییدش بکنن و ما میتونیم تاریخ شروع و پایان رو ازشون بگیریم و شروع به کار بکنیم. بازم اگر در مورد دوره منتورشیپ سوالی داشتین ازم بپرسین، توی کامنت سعی میکنم جواب بدم. این همه اطلاعات کلی بود که من میتونستم به عنوان کسی که رجیستر شده در کانادا بهتون بدم.
قطعا جزئیات خیلی زیادی داره. اگر سوالی داشتین ازم بپرسین، امیدوارم بتونم پاسخگو باشم. و باز هم تکرار میکنم که این ویدیو خیلی حالت کلی داره و باید حتما وبسایت رو چک بکنین که از آخرین تغییرات مطلع باشین. امیدوارم ویدیو براتون مفید بوده باشه، جواب سوالاتون رو گرفته باشین و با همدیگه در ارتباط باشین.